سلام، چطوری؟ امروز از تایتل ویدیو دیدید که چه ویدیوی کثافت و گندو اصلا آشغال مزخرف. دارم میرم دنبال بچه ها. قبل اینکه من بچه ها رو بیارم و سوار کنم و بریم، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، یه کامنت هم بذارید دیگه. سلام گلابه؟ نه دیگه نگاه نکن کس بریمون پوفیوزم سوار بریم از حرم اومدم. دهنتو واکن ویدیو رو بریم کنم. خیلی خوب اومدیم و جای همیشگی هر روز جای همیشگی از بساط بگیر. اینجا یک سری مواد خیلی خوب داریم، یعنی عادیان اینا خوبن دیگه، هممون میخوریم. آره عرق کاسنی رو تو داری هر روز خالی میخوری. نه حالا آقا قوره رو تو شربت کاسنی که میخوریم. تو شربت کاسنی تا حالا نخوردی؟ شربت بیتمش خوردی؟ نه. شربت گلاب خوردی؟ نه. خب نخوردید دیگه. من خوردم. من شما هم خوردید تو کامنت. ببین ما همه این اسامی رو اینجا توی گردونه نوشتیم به ترتیب سن. اول امین بزرگه، بعد امیر و بعدم من. نوبت به نوبت، یعنی مثلا یه دونه آیتم اول انتخاب کن، یه دونه این، یه دونه من، یه دونه این تا 5 تا. بعد از این آخر ویدیو قراره همه اینا رو با هم قاطی کنیم ببینیم چه کثافتی میشه. الان نفر اول امینه، ببینیم چی به امین میگه. انرژیزا این همیشه شانس داره. ببین انرژیزا از چشت بیاد. همین اول کاری توانی کردن. سیکشتیر بابا. آقا دزدیه دیگه، نخور دیگه. اون دهنی شد، من دیگه دهنی نمیخورم. نفر دوم امیره. آخ چی افتاد؟ انرژیزا هاجی فکر کنم اوف کرده خیرم هم آره آدم من مرد. همین آقا میگفتش که چیزه. نفر سوم خودم. اگه انرژیزا بیفته ویدیو رو قطع میکنی. آره این ویدیو تموم میشه اگه انرژیزا بیفته. اگه دیدید ویدیو یه دقیقه است این انرژیزا افتاد. چی افتاد؟ مال. آجی من تو چی؟ سال نخوردم از این مالتا و بچه بودم متنفر بودم. میتونم منم یکم تستش کنم؟ نه آره. حالا دیگه همه رو نخور کس گرفتتم. اولین آیتم من امینه. دوباره چیه؟ نوشابه مشکی. یک مقداری نوشابه مشکی. الان نخورو بذار همش با هم نخور دیگه. نه نمیخورم. آره نشون بده. تا الان این کثافت شد. بعدی امیر آقا نوشابه زرد. این چیز اوکیه. چون به چون من داری میری جلو. رنگشو بگیر. کارو بگیر داداشی، کارو تا اینجا بگیر. چیز بدی نیست. خودم الان شیرتوت فرنگی می. آقا میخوای چیزی که قبلا افتاده رو پاک کنم؟ نوشابه مشکی افتاد. نوشابه مشکی برای امین. مالت اوکی چرا دوغ نیفتاد؟ آقا من آخر دوغ تو لیوان همتون میریزم. حاجی من اتفاقا خیلی دوست دارم. من با بزرگم دوغو با نوشابه میخورم. دمش گرم. بعد داره میمیره دیگه. کارو بگیر داداشی، کارو بریم بگیر. برای امیر آقا. چی توت فرنگی؟ شیر. آخه ترکیب انرژیزون تو به زرد شیر اسالی دیگه. کم بریز. بریز. وای بس آقا وای. حل نمیشه. حاجی به نظرم داره سم تشکیل میده. نه بابا. حسین تحقیق کردی اصلا راجع به اینا؟ آره بابا هیچی نمیشه. به والله اگه یه سرچ کرده باشه. برو دیگه کسکه. خودتی. شیر نارگیل. من میتونم به تنهایی تستش نه. کنم؟ لطفا. نه خیلی دوست دارم. منم خیلی چیزا دوست دارم عزیزم. آقا اینا رو بخور بگو بابام بزرگ. بسته بابا. حسین میمیری. نخور کس. الان نوبت امینه. ایول دوغ. درمه شده برای من. به خدا جرئت ندارم بخورم. گو میخوری. بسته دیگه. دریوس برای خودش یه چوس میریزن، شاش بچه کجا میریزه. یه چوس ریختم؟ من خودم همونقدر ریختم دیگه. منم
این انبه است. داش ریختی دیگه. امیر. ایول آب انبه. حاجی همین الان داشتم بهش فکر می‌کردم تنهاییشو بخورم. دندون نزن. میشه به صورت تنهاییشو بخور؟ آی این گیرخره میذارن این تو. یه لحظه دو من. میشه ازم بگی چه بویه؟ چه بو خوبی داره. انبه حاجی خیلی خوش. خیلی خوبه. خوردی؟ نه بو کرد. تو بودی آره؟ توی خودتی. گستر نگی. عرقه کاسنی. آره. بخورم؟ بخور. همین اوکیه؟ اوکیه. نه بد باشه. مگه آب میخوری؟ بیا حاجی اینم. حاجی هم زدین کوسکیش همه مواد. داره فعل و انفعالات شیمیایی صورت میگیره. حاجی حسین خاموش شد. این برای منه حاجی. حسین چه کسکلای توشه یادم نیست. امیر امین برای من واقعا فاسد شده. خیلی بد دلمه بسته. نه ترس. تو میمیری دیگه. امین. عرق کاسنی. اوکیه بریم. عرق کاسنی. نه خوبه. یا بابا برای کلیات خوبه. بس نه بابا بسه. اوک نوبت امیره. ببینیم به امیر چی میفته. همین آب گوره بیفته بهش چقدر حال بده. فقط آنباکس کردم. چیه؟ شیر کاکائو. میتونم من به صورت خالیشو بخورم؟ تو شیر کاکائو رو رو کی اسکی رفتی؟ یه جوری میگه انگار باباش سهامدار شیر کاکائو. بله. نخور دیگه سگ. یه قطره ریخته. خالی کن. شیر کاکائو چی دوست داری؟ میتونم به صورت تنهاشو بخورم؟ امینه الان. بله. نه خودتی. آره. ویتامین سی. بابا تو به صورت تنهاشو نخور. مزه دارو میده. آره. مزه دهانشویه میده حاجی. الان دیگه امیره. امینه. آب بابا امینه. ایول بیا. 8 صبح داری آبگوره بس تنها. اونا آبگوره شرکتی. نترس اونی قشنگ برو یه قلاب برو بالا. چی شد؟ کار موت افتاده این تو. مو خودشه. مو افتاده توش حاجی. مو خودشه. مو رو تا وقتی نبینی اوکی. بسه حسین جان. کم ریختم. آقا کم به نظر منم کم بود. یه سری. که من خوردم دیگه. خدایی برای من خیلی بد شد. اصلا دلمه بس میترسم بخورم. خب من شیرنالگی رو میتونم به صورت تنها بده دیگه. مثلا شیر کاکائو. میدی یه لحظه. در بیار میخوام بخورم. نه در بیار بخور. نه در بیار شیرنالگی رو میخوام روت بریزم بخورم. ای کوس ببین آیتمایی که گذاشتم بابا چقدر حرف میزنه. الان یه دونه آبگوره، یه دونه عرق کاسنی، دوغ و ویتامین سی و مالت و انرژیزا رو گذاشتم بمونه. اینا دیگه سری آخر بود ریختیم. الان یه دونه امیر میریزه، یه دونه من. میتونم بخورم پس؟ الان بین آبگوره، عرق کاسنی، دوغ، ویتامین سی، مالت و انرژیزا برای امینه. شروع. بابا بذار دارم میزه. چیه؟ قصه نباشم نوکرتم. دوغ برای حسین. نه خیلی برای توه. آقا میتونم شیرتوت فرنگی رو بخورم؟ میخوری. آخرش قراره همه رو یه دور قاطی کنیم توی یه لیوان و هر کدوم یه قلوب بخوریم. میشه شیرتوت فرنگی رو؟ نه خواهش میکنم. من میکنم تو کونم آقا چه این حواسم نبود زیاد ری. بابا اوکیه ولی دریوس لیوانش نصف بود. فورد شد. آخری برای خود. الان میمونه حاجی آبگوره و دوغ. من یه دونه بعد از اینا بریزم. انشالله که آبگوره است. بین آبگوره و دوغ کدوم میفته؟ آبگوره. بعدی هم نیست. حاجی تو هم کچیدی حاجی تنشین شده. چیزیش تنه. بابا کسکش دارم آبگوره میریزم. داره میگیره دیگه. نه بریز تا اینجا بود. کسکش برای منو نگاه کن. آقا خب این همش میشه آبگوره. من مشکل بیا زیاد. الان هم آبگوره میده. اوکیه. مزه خوب نده، هر مزهی خواست بده. من میگم خیلی
من میگم من جات بودم نمیخوردم. تو روم که نگی. الان همه این آتاشخالایی که درست کردیم و میخوایم نوبت به نوبت هم بزنیم اول با این نیه، بعد شروع کنیم به خوردن. خب من برای همتون رو هم بزنم. نه دست درد نکنه حاجی، برای همین از ما بهتره است. آره میشه واقعا. بو کنیم اول، بخور خود بو کن بعد بگو چه جوریه، تفسیر. حاجی بو دوغ و انرژیزاش غالبه. خب خوبه پس حاجی، راست میگی واقعا ولی بوی بدی نمیدی حاجی، برای من پشه نشست روی. آقا بده بهش. خیلی بو کنی برای من واقعا گیری شده. برای امیر واقعا سلامتی همه ویدیو نگیره کونتو پاره میکنه. ایشالله که میگی بچه ببینید این ویو نخوره کونم پاره است. مزه کن قشنگ یه قلوب بخور. بخور نصفشو بخور کافیه دیگه. بیشتر همه رو خور. یه نگاه به کده گیرم توی دهنت امیر، همه رو خوردی؟ واقعا توقع نداشتم همه رو بخوری. چون برای خودت همشو میخوری. میشه من شیر توت فرنگی رو ساعت تنها بخورم؟ بزن آره بده این شیر توت فرنگی بخوره. یه ذره بذار برای من مزه انگرف بخورم. آقا بیا جلو دور بوی انرژی داشت قالبه. دست طوله میخورم تا اصلا میخورم لازم نیست. حاجی جدی تا ته میمیرید حاجی، توی کلا تا ته میخور، من تا ته نمیخورم آقا، من اینو نمیخوام تا ته بخورم. میشه خودم هم بزنم؟ نه برو قرآن جون مادرتون لایک کنید، چون ما داره پاره میشه. آقا میشه من پرتقالو به صورت تنها بخورم؟ بابا زن ما رو گاهی. بیا اینو بده بهش. وای خودم میخورم، به خدا دست تو کار نیارید آقا، من خودم میخورم آقا، اسم همه رو میخورم، اسم من بخورید. میشه من بکنم؟ میشه به صورت تنها همین بو کنه؟ آبگونه با شیر نارگیل واقعا چیزی انگار کپک زده. واقعا برای منو که دیدی. میکنم نخورم تو رو. نه اشتباه منو نکن. بد نی میرم میتونم. مردی هیولاه حاجی، هرکوله. امروز عروسی امینه. اصلا تا تو عمرش این همه چیزی یه جا نخورد. الان میخوام همه رو توی لیوان بریزم، همه رو با هم قاطی کنم، نفری یه قلوپ از این باید بخوریم، همه رو قراره با هم قاطی کنم. از همین جلو حاجی میام جلو تا اون ته. آب انبه، شیر نارگیل. میتونم شیر نارگیل رو نه آب پرتقال دهنی. میخوام با آروغ حلقه بدم. ما بیار مسابقه هر کی بود کنن. نمیاره. یکی برم. آقا من این ترکیب زنا رو نمیخورم. گو میخوری. حاجی من روم نمیشه این میشه نوشابه رو به صورت تنها همین بخوره؟ آره میتونم. میدونی که پشه دور گل میشینه. ولی کرد دور انم میشه. من میگم چایی چرایی زهره با ما چرایی زهره. اول امیر بخوره. حاجی اینو هم زدم بگیر. این هم خوردش. امیر آقا اینو تو تمرینا زده. میشه بو کنم؟ یه محض ترش بو کثافتی نکردیم داره. من حاجی، منم بو نکردم. یه محض ترش کثافتی داره. حاجی واقعا بوش گوه این. اوکی حاجی یک سومشو بخور. تقسیم بر 3 نگو این قبلی شیری تره. البته طبیعیه که شیری تر باشه. همش یکی. یک سومشو بخورن. یه سوم شد. نه آره برو بابا. بس دیگه. بچه‌ها اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، ساب گو کنید. زیر پا داشت می‌انداخت. گوشوی اند اصلا نبود، جفا اصلا میومدم زیر پا. برو دیگه. همه رو بخور. حاجی دور دهنشو بگیر. من نمیخورم. من اگه اینو بریزم رو چمنم میخواد چیکار؟ دوباره درست میکنی. سوسیلو ببینم. حاجی خوشمزه بود. آره. حاجی خوشمزه بود دیگه. مرسی که این ویدیو رو دیدید تا اینجا. ممنونم ازتون. ممنون میشم لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید. برای دوستاتون بفرستید، ما رو معرفی کنید، پست کنید. چه از اون انرژی داره این مهمه.
این برگرد بعد بگو بابام بزرگه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو ساب کنید، اگه دوست داشتید یه کامنت برام بذارید. برای رفیقاتون حتما اگه حال کردید با این ویدیو به دوستات معرفی کنید. این سه تا کتون خیلی کتونن، ببینید باحالن. چرا فقط به من اشاره؟ نه من کلی میگم دیگه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خدافظ. تو حمایت کنید دیگه. دهنتو واکن، ویدیو رو برم تو دهنت. خیلی بدبختیم.